پیرمرد در دامن کوههای دمشق هیزم جمع می کرد و برده در بازار می فروخت تا ضروریات خویش را با همسرش پسی سر کند. روز حضرت سلیمان علیه السلام پیرمرد را در حالت جمع کردن هیزم دیده دلش برای آن پیرمرد بسیار سوخت. تصمیم گرفت که حالت زندگی پیرمرد را تغییر دهد. یک نگین قیمت بهای را به پیرمرد داد که آن را بفروشد و زندگیش را خوبتر و بهتر کند. پیرمرد از حضرت سلیمان تشکری کرد و به سوی خانه اش روان شد. نگین قیمت بها را به همسرش نشان داد. همسرش بسیار خوشحال شده نگین را گرفته در نمکدان گذاشت. بعد ساعت فراموش کرد که نگین را در کجا گذاشته است. زنی همسایه با نمک احتیاج پیدا کرده آمد و نمکدان را به او دادند. وقتی که زنی همسایه نگین را در درون نمکدان دید، او را پنهان کرد و به کسی چیزی نگفت. پیرمرد باشد بسیار مایوس شده بالای زنش قهر و غضب کرد. نگین را در کجا گذاشته ای؟ زنی پیرمرد باشد گریه کنان می گفت به من چی شده باشد که نگین را گم کردم. در میان چند روز گذشت. پیرمرد باز به سوی کوه روانه شد و در آنجا با حضرت سلیمان علیه السلام روبرو شده واقعه گم شدن نگین را به حضرت سلیمان علیه السلام قصه کرد. حضرت سلیمان علیه السلام نگینی دیگری به پیرمرد داده گفت احتیاط کن این را هم گم نکنی. پیرمرد از حضرت سلیمان علیه السلام منتداری کرده به سوی خانه اش روان شد. در میان ای راه نگین را از جیبش برآورده بالای سنگ گذاشت و چند قدم دورتر نشست تا نگین را خوبتر ببیند و از آن لذت ببرد. در این وقت ناگهان پرنده پیدا شده نگین را در نولش گرفته در هوا پرواز کرده رفت. پیرمرد هر قدر هیاهوی کنان از پسش دوید دیگر فایده نداشت. باز غمگین شده چند روز از خانه اش بیرون نرفت. همسرش به پیرمرد گفت ای مرد برای خوردن چیزی نداریم، تا کی در خانه می نشینی؟ پیرمرد با دلی ناخواهم به طرف کوه برای جمع کردن هیزم رفته چند هیزم جمع آوری کرد. ناگهان صدای حضرت سلیمان علیه السلام را شنیده دید که حضرت سلیمان ایستاده است و به حیرت به پیرمرد نگاه می کند. پیرمرد باز قصه از دست رفتن نگین دوم را به حضرت سلیمان علیه السلام عرض کرد. حضرت سلیمان علیه السلام به پیرمرد گفت می دانم که تو برایم دروغ نمی گویی. این نگین دیگر را بگیر و بدان که این از هر دو نگین قبلی گرانتر است. احتیاط کن تا گم نشود. این را حتما بفروش و زندگیت را خوبتر و بهتر کن. پیرمرد وعده داد که آن را با قیمتی خوب می فروشد و زندگیش را بهتر می کند. پیرمرد پشتار هیزمش را گرفته به سوی خانه حرکت کرد. خانه پیرمرد در پهلوی دریای بود. هنگامی به لب دریا رسیدن پیرمرد خواست که کمی دم بگیرد و نگین را از کیسه خود برآورد تا آن را بشوید. این هنگام نگین از دستش خطا خورده به دریا افتاد. هر قدر که کوشش کرد شنا کرد ولی متاسفانه نگین را پیدا نکرد. پیرمرد بسیار مایوس شد. غمگینانه به خانه برگشت و دیگر از ترس حضرت سلیمان علیه السلام به کوه نمی رفت. همسرش برایش اطمینان داد که صاحب نگین هر کسی هست تو را بسیار دوست می دارد. اگر دوباره او را دیدی تمام قصه را برایش بگو. من باوری دارم که او تو را چیزی نمی گوید. پیرمرد با ترس و هراس به طرف کوه رفته هیزم جمع آوری کرد و خواست به طرف خانه اش برگردد. ناگهان تخت حضرت سلیمان را در پشتش دید. این هنگام پشتار هیزمش را بر زمین پرتافته گریخت. حضرت سلیمان علیه السلام میخواست مانعش شود. این هنگام خداوند جبرائیل امین را به نزد او فرستاد و به حضرت سلیمان علیه السلام گفت
خداوند می گوید تو کی هستی که می خواهی زندگی بنده مرا تغییر بدهی؟ مرا فراموش کرده ای؟ حضرت سلیمان علیه السلام در حال به سجده رفته از خداوند طلب مغفرت کرد. خداوند توسط جبرائیل امین به حضرت سلیمان علیه السلام گفت تو نتوانستی زندگی بنده مرا تغییر بدهی. اکنون ببین که من چگونه زندگی آن را دگرگون میکنم. پیرمرد که با سرعت به سوی دهه‌اش روانه بود در راه با ماهیگیر روبرو شد. ماهیگیر به او گفت ای پیرمرد، من امروز ماهی بسیار گرفتم، بیا چند ماهی برایت بدهم. پیرمرد ماهی ها را گرفته در حق ماهیگیر دعای خیر کرد و به خانه رفت. همسرش شکم ماهی ها را پاره کرده خواست که آنها را تازه کند. در این وقت از شکم یکی از ماهی ها نگین را پیدا کرد و به شوهرش مژده داد. شوهرش بسیار خوشحال شده به زنش گفت تو ماهی ها را نمک بزن، من باشم رفته از کوه هیزم می آورم. هنگامی که همسرش نام نمک را شنید نگین اولی به خاطرش آمد که آن را در نمکدان گذاشته بود. در حال به خانه همسایه رفت. وقتی که زنی همسایه زنی پیرمرد را دید به عذرخواهی شروع کرده گفت من کاری اشتباهی کردم، نگینی تو را پنهان کردم و این نگینی شماست. این را بگیر و لطفاً به شوهرم چیزی نگوی، چون مرد پاک و صالحی است. اگر این حادثه را بشنود مرا از خانه بیرون میکند. پیرمرد باشد در جنگل به بالای درخت برآمد که شاخه های خشک شده آن را بریده به خانه اش ببرد. ناگهان چشمش به نگین قیمت بهای خورد که در لانه پرنده خردککی بود. نگین را گرفته به خانه برگشت. زنش ماهی ها را پخته با هم به سیری ماهی خوردند. صبح بر وقت پیرمرد به بازار رفته هر سه نگین را به قیمتی گران بفروخت. حضرت سلیمان علیه السلام همه این حادثه را مشاهده کرد و یقین کرد که هیچ بنده نمی تواند زندگی بنده را دگرگون کند تا اینکه خداوند نخواهد. با خداوند یقین و باور باید داشت. هر کسی که به خدا توکل کند پس او برایش بسنده است.